یک دو سه. سلام و روز بخیر به شما دوستان عزیز. من سعید سلطانپور در صبح روز پنجشنبه 13 مارس 2025 برابر با 25 اسفند 1403 برنامه رو تقدیمتون میکنم. دو تا برنامه سعی میکنم تو دو بخش باشه، یکیش بخش ایران، یکی دیگهش بخش کانادا و آمریکا، هرچند بخش ایرانش ربط داره به آمریکا، ولی در کل امیدواریم که روزهای خوبی رو داشته باشیم. 5 روز بیشتر نمونده به عید نوروز توی ایران و اون مناطقی که ایران رو جشن میگیرن و در حال بسیار هم زیباست و طبیعت شما هیچ وقت این رو توی آمریکای شمالی حس نمی کنید. شاید توی لس آنجلس، کالیفرنیا و توی بریتیش کلمبیا چون هوا خوب تر میشه، وگرنه باقی اگه بیرون رو نگاه کنید در 10 سانت برف اینجا توی اونتاریو هستش و تورنتو و هومش هست و در حال هیچ حسی که اینکه عید نوروزی هست و عیدی هستش نیستش. ولی در حال قبل از هر چیزی قرار نبود اینو اولش بگیم، ولی بذارید اولش بگم که فرمانده سپاه گیلان یه حرف بی‌مربوطی زده و گفته که آقا از الان شروع کردن به جشن‌های نوروزی و این جشن‌ها با فرهنگ با مسلمانان همخوانی ندارد. آقا به تو چه مربوطه؟ خیلی راحت دارم میگم، به شما چه مربوطه؟ آقا جان، ایران نوروز بخشی از فرهنگ ایرانی مسلمونه. ایرانی ها که مسلمون هستن، حداقل ایران اسلامی 14 قرنی که هست و این سالهای زیادی مراسم گرفته، جز فرهنگ ایران شده. آقا شما مشکل داری باش؟ آقا برو به فرماندهت بگو، احتمالاً به آقای خامنه‌ای هم بگی عوضت میکنه. چون الان ببینید آقای خامنه‌ای همش صحبت میکنه، همش خیلی وقت بحثای ایران رو میکنه، بحثای ملی میکنه. چون ایران دو تا شاخ داره، همونجوری که مهندس بازرگان خدا بیامرز یک باد اسلامیت داره، یک باد ایرانیت داره و نمیشم از هم تفکیکش کرد و نه در تضاد با همدیگه هم نیستن. اونهایی که میخوان در تضاد ایجاد کنن دشمن ایرانن. فرقم نمیکنه این فرمانده کم شعور سپاه باشه یا اون اپوزیسیون برانداز باشه یا اون احمقی باشه که فکر میکنه که آریایی تباره و دی ان ایش همش خالصه و از آریایی اومده. این دوتا هست. به عنوان یک ایرانی مسلمون میگم آقا جان، ملت مسلمونن، روزم میگیرن، قدیمم بوده، همشون مردم خودشون حل میکنن این مسئله رو. اگه شما انگولک نکنید، حکومت ها دولت ها اگر انگولک نکنن تو فرهنگ مردم خودشون فرهنگشون رو تعادل بهش میبخشن. بنابراین یکی به این آقا رو توجیه بکنه، جناب فرمانده رو که اسمش ننوشته اینجا، بله، گفته که از این کار قانونی نیستش دیگه. آقا ببینید سپاه وظیفه داره که از در طبق قانون از هم انقلاب دفاع بکنه و هم اینکه از مرزهای ایران دفاع بکنه. آقا جان، آقا مثل که شما نبودی نمیدونی. آقا جان، انقلاب که شد، انقلاب تو ایران شد، مردم ایران انقلاب کردن، اکثریت هم که اومدن تو خیابون مسلمون بودن و برای یک ایران سربلند، ایرانی که کسی توش فقیر نباشه، ایرانی که کسی توش مجبور نشه برای اینکه شهروند درجه 2 باشه بیاد مهاجرت بکنه، یک ایرانی که هر جای دنیا میره بهش به خاطر خودش احترام بذارن، به خاطر اون انقلابش احترام بذارن، نه به خاطر پول نفتش، همونجوری که زمان شاه میذاشتن یا الان به سعودی ها میذارن. بنابراین لازمه که کسی این آقایون نظامیان مخصوصا سپاهیان رو توجیه بکنه که حرف اندازه دهنشون بزنن دیگه. بله، خدمت شما عرض کنم که تو این شرایطی که ایران مشکلات جدی داره، بیشتر از این تنش ایجاد نکنن داخل کشور دیگه، داخل کشور رو هم نریزن دیگه. اجازه بدید بریم. می‌خواستم از کانادا شروع کنم ولی دیگه جناب فرمانده شده و مجبور شدیم از ایران شروع کنیم. ببینید ایران، آقای خامنه‌ای یک دونه سخنرانی کردند که با دانشجویان دانشگاه ها در ماه رمضان و
یه چند تا چیز داشت. بله آقای ببینید آقای خامنه‌ای به درستی جواب نامه ترامپ رو که توسط یک پیک صهیونیست، سوپر صهیونیست، انور قرقوش، مشاور حاکم امارات وارد تهران شد و دیروز تحویل عراقچی داده شد، پیامش رو به درستی داد. گفت آقا جان ما خواهان جنگ نیستیم، ولی اگه قرار جنگ هم باشه ما آماده ایم، ولی اگر درگیری شه یادتون باشه آمریکایی ها بیشتر از همه ضرر میکنن. بدون که اسم آمریکا رو بیاره، بدون که اسم ترامپ رو بیاره. یه نکته خیلی مهم بود، سال 2003 که آمریکایی‌ها اشغال کردن عراق رو، زمان جورج بوش و ایران هم بعدش جزو ایران کمک کرد ولی حال جزو محور شرارت قرار دادن و بعد از اون بازی ها شروع شد و الان 6 تا کشوری که بعد از اون طرحشون بود اشغال کردن، فقط ایران مونده که خوشبختانه نتونستن. ان شاء الله هم نمیتونن. دفعه قبلا بهش تو این برنامه پرداختم که اگر ایرانی اگر بدونن چی کار دارن میکنن و جدی بگیرن قضیه رو، مثلا اسرائیلی ها رو، این رو خنثی خواهند کرد. خب خدمتتون عرض کنم که این آقای انور قرقوش که اومد در تهران، اولا چند تا چیز رو نشون میده که یکیش اینه که پیام همیشه قطری ها میفرستادن. نور نیوز هم که سایت نزدیک به شمخانیه نوشتش که لاروف وزیر خارجه روسیه از متن نامه خبر داشته و به همین دلیل ناخرسند بوده. احتمالا میدن که عمانی اگر نامه رو نیاوردن به خاطر که نامه توش حالت تهدید هم داره، بنابراین به این دلیل. ولی خب این که حالا خب پیک بعد از 4 روز طول کشیده خیلی مسئله است دیگه. آقا 5 روز پیش گفت من نامه دادم، بعد از 5 روز بیاد، نشون میده که خودش پیام داره دیگه. این که آقا مسخره بازی که نیستش که تو اول پیامتو میدی میبرن بعدن اعلام میکنی دیگه. قبلش میگی نامه با چیز که نمیاد که، با پست زمینی زمان ناصر چیز که نیستش که، کوروش نیستش که چاپار داشته باشن که بعدن بذارن. این آقای قرقوش و مشاور در حقیقت خیلی نزدیک آقای حاکم امیر امارات، کسیه که توی نظامیگری، تو توسعه نظامی کشور کوچیک فکستانیه، فقط پولدار، تازه به دوران رسیده، که خب خیلی از این تازه به دوران رسیده های ایران مثلا روشنفکر، شبه روشنفکر را میزنن تو سر ایران که ببین آقا اینجا اینجوری بزرگ شده، بابا اونجا سری فقط بیلدینگ درست شده، رفاه فکری، رفاه اقتصادی برای بخشیه، برای بقیه 1 میلیون کارگرن مثل بیچارا، مثل حیوان زندگی میکنن اونجا. خجالت باید بکشین. کشوری خوبه که حداقل توش مردمش بهداشتشون مجانی باشه برای همشون دیگه. حالا حداقلش اینه که دیگه اینقدر تبعیض نباشه دیگه. ببینید در حال این توی سودان دخالت کردن، تو سوریه دخالت کردن، دوره قبلی توی به داعش کمک کردن، متحد رسمی خیلی نزدیک، رابطه خیلی نزدیکی دارن به رژیم اشغالگر و توی جریان تجاوز و نسل‌کشی نتانیاهو علیه فلسطینی ها در غزه اینها کمک کردن. این همش مشاورش این بود و این آدم مثلا تابلاک سایت نزدیک به
رضایی، مال برادر محسن رضایی، نوشته بودش که یک ایرانی تبار. آقا ایرانی تبار کدومه؟ حرفا کدوم؟ آقا هر کی که آقا جون ضد ایرانه فرق نمیکنه کی باشه، مهمون پیکه و بهش احترام گذاشته شه، تموم شد باید بندازینش بیرون. خیلی محترم آقا، خیلی ممنون، پاکت دادی بفرما برو. ببینید تعارف نداریم ایرانی کدومه یا دشمن ایرانه، فرقی نمیکنه کی باشه، چه حالا این باشه چه اون آقایی که فرمانده سپاه ایران بود اومد گفت آقا عید نوروز با اسلام همخوانی نداره. هر دو تاشون یکی هم به نظر من. حرفا رو ما نداریم که آقا دنیا ایران یه محیط جغرافیایی تاریخی که اینجا میبینیدش و سالها هم بوده، انشاءالله سالهای بعدم خواهد بود. براش میلیون ها نفر بدون نام براش جنگیدن، تلاش کردن و این کشور مونده و انشاءالله خواهد هم ماند. فرق هم نمیکنه که تو حاکمیتش باشه، هرچند این حاکمیت فعلی به خاطر اون به برکت انقلاب ایران باعث شده که یک وجب از خاک این کشور رو نده. بنابراین از این نظر قابل تقدیره. تو این چارچوب ما نگاه میکنیم دیگه. اینکه آقا جون دوران رویا نیستش که یه زمانی جوان بودیم و ایدئولوژی ها بود، اوایل انقلاب بود. رویا نیست، واقعیتی. تو دنیایی که بین دیوانه ها هستی و دیوانه مثل ترامپ داره حکومت میکنه و حتی اینجا رو کانادا رو داره تهدید میکنه، نمیشه پرداخت. در حال این خیلی پیام داره که دادن به این آورد، یعنی نشون میده کانال عوض شده. در حال خود حتما مقامات ایرانی وقتی من میفهمم، اونا هم حتما بهتر از من میفهمن که آقا که چه خبره. البته خامنه‌ای جوابشون رو داد. ولی یه نکته بود، سال 2003 داشتن میگفتن 2003 که وقتی بوش حمله کرد به خود دستور خامنه‌ای، شعار مرگ بر آمریکا از چیز حذف شد، از نماز جمعه حذف شد. ولی این بار می‌بینیم دانشجو جلوی خود آقای خامنه‌ای مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر انگلیس گفتن و در حال البته من معتقد نیستم به این شعارها دادن چون، ولی در حال پیام داره دیگه که آقا یعنی ببین آقا ما هستیم و آماده هستیم برای جنگیدن دیگه. تو این جریان آقای خامنه‌ای جوابی که دانشجوها هم داد که گفت آقا چرا بعضی از این امنیتی‌ها کار نمی‌کنن؟ اون گفت نه کار میکنن و در حال، ولی اینجوری نیستش که خیلی چیزا محرمانه است ما نمیتونیم بگیم. ولی در حال نشون میده که خب جوانها هم مسئله دارن دیگه. یعنی در حال ببینن به این دلیله که از بس نظامی‌ها ایران حرف میزنن، از بس دهنشون رو وا میکنن، بعضیشون دهنشون خیلی گشاده، مثل آقای محسن رضایی، مثل آقای محسن رفیق دوست، و حرف میزنن. اینا هم که حرف میزنن که خب ایرانیام که هم داخل کشور هم رسانه‌های خارج از کشور دوست دارن این رو، حاشیه است دیگه، دوست دارن تبدیلش کنن دیگه. و کما اینکه حتما هم حرف محسن رفیق دوست در مورد ترورها مسئلهش میکنن دیگه. ببینید بنابراین اینا خیلی پیام داره به آمریکایی‌ها. وقتی که سازمان‌شوری، وقتی که آقای خامنه‌ای حرف میزنه همه چیزو تحلیل میکنه. اسرائیل هم همینه، تحلیل میکنن رفتارش و گفتارش و همه کلماتش رو تحلیل میکنن، چون میدونن پیام داره. چون آقای خامنه‌ای حرف الکی بی ربط نمیزنه، یعنی حرفی که میزنه حساب شده حرف میزنه و چون میدونه که آقا همونجوری که به دانشجو مجبور شد دو سه موردی رو جواب بده، مجبوری که بالاخره به این حتی حامیان خودش این سوالاتی که پیش میاد جواب بده دیگه دوران قدیم که نیستش که. و به همین دلیل خب خیلی از مسائل داره اتفاق میفته. خب از اون ور ما برمیگردیم به اینکه روز چهارشنبه، یعنی دیروز، یک جلسه شورای امنیت، جلسه محرمانه‌ای داشت که به درخواست کی؟ یونان، کره جنوبی، کره خر که 7 میلیاردمون رو کرد 6 میلیارد، بعدن یک سال خورده چیز کرد، 2 روز بازی میکنه، و انگلیس و فرانسه. اینها یک درخواست کردن که و آمریکا که آقا ایران داره اورانیومش رو غنی میکنه و این خیلی خطرناکه. البته سفیر ماست ایران در آقای ایروانی، سفیر ماست ایران در نیویورک هم جواب داده بود که آقا نه اینا توطئه‌های آمریکاست و اینا برنامه‌ریزی دارن. و امروز هم وزارت امور خارجه 3 تا سفیر فرانسه و این 3 تا کشور رو، انگلیس و 3 تا کشور اروپایی رو احضار کرده بود که آقا شما دارید توطئه میکنید. و اینا همش هست دیگه شکی نیستش که اینا دارن این بازی رو دارن میکنن که آمریکایی‌ها رو بیارن داخل و اسنپ بک، اون بند خطرناکی رو که متاسفانه علیرغم قرار توافقی که برجام خیلی خوب بود، ولی یه در بندو که گند زدش دیگه تیم آقای ظریف، که خب البته الان مثل که مسئولیتش قبول کرد، خب بند خیلی خطرناکیه
و در حال اون بند رو میخوان برگردونن دیگه. وقتی بند رو برگردونن دوباره همه تحریما رو سازمان مللیش میکنن. اون تحریما بیشترش آمریکاییه. وقتی آمریکایی قصهش خیلی فرق میکنه دیگه. کشور دیگه جرئت نمیکنن با آمریکا به خاطر تحریم های مجازات سنگین با ایران معامله داشته باشن. ولی وقتی سازمان مللی شد دیگه قصه فرق میکنه دیگه. اصلا دیگه خیلی سخت‌تر میشه دیگه. و به همین دلیل هم نشون میده که حوادث زیادی در پیشه. خب در این رابطه برگردیم به مسائل در رابطه با خب در این وسط شرایط اقتصادی همین الان بلومبرگ نوشتش که آمریکا وزیر نفت و ناوگان سایه ایران رو تحریم کردش و به قول معروف در حال دارن سعی میکنن که فشار زیادی بیارن. از اون ور ما میبینیم که این مسائل خاورمیانه مسائل جدی. برای اولین بار هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق چیز کرد، یه انتقاد خیلی ملایمی از ایران کرد و گفتش که ایران تو جنگ چیز متوجه غزه شد و سوریه رو از دست داد و سوریه رو فراموش کرد و عملا ایران سوریه رو واگذار کردیه، از سوریه دفاع نکرد و در حال باعث شد که این اتفاقات بیفته. چون این قتل عامی که از علوی ها شد، در قتل عام وحشتناکی از خانواده های علوی شد، از کودک و اینا توسط باند تروریستی آدمخوار جولانی، اینها خب مشخص بودش که خب چه اتفاقی میفته. خیلی سنگین شد برای سوریه. ببین سوریه همه کشورها یک پارچگیشون خیلی مهمه، یعنی برای همه کشورهای منطقه بایستی هم همینجوری باشه. ولی در حال یک سری اتفاقات جدیدی داره میخوره. البته آقای خامنه‌ای گفت ما خیلی قوی تر شدیم از نسبت به قبل. خب یک درس بخشش درسته، تجربه‌ای درسته، ولی بخشش رو من نمیپذیرم به دلیلی که از نظر اقتصادی ما ضعیفتر شدیم، از نظر سیاسی استراتژیک منطقه ما ضعیفتر شدیم. چون اگر یمنی ها نبودن خیلی وقت پیش از اینا فشار وحشتناکتری از روی
ایران آورده بودن دیگه. پرونده مقاومت لبنان و فلسطین رو خیلی زودتر از اینا بستن، چون دیروز یمنی‌ها اعلام کردن که آقا چون دیگه نمیدی، بهشون 4 روز مهلت داده بودن به اسرائیل که اجازه بدن آذوقه وارد شه، که نشد، گفتن آقا ما میزنیم و دریای عدن رو عملا، درست متحد ایرانن ولی اونا وایسادن مثل شیر وایسادن دیگه. ببینید اگه اونا نبودن و میزننشون دیگه. اتفاقا دیروز هم بمبارونشون کردن، امروز هم اسرائیل دوباره اومدن گفتن کمپ جهاد اسلامی رو تو وسط دمشق زدن، دارن بمبارون میکنن. ولی در حال یمنی ها واقعا استوار وایسادن. اگر یمنی ها نبودن خیلی از پارامترها عوض میشد. برخلاف اون که آقای خامنه‌ای میگه که ما خیلی قوی تر شدیم، من به عنوان یک نظر شخصی با توجه به مطالبی که میخونم، با توجه به چیزی که در مورد ایران، ایرانیان میشنوم و میبینم، اینجوری نیست. در حال اینکه نفوذمون ضربه خورده، در حال مشخصه. خب خیلی از پارامترها رو ما از دست دادیم دیگه، مخصوصا با حضور ترامپ. هیچ کدوم از شرایط به نفع ایران نیستش، ولی به مفهوم این نیستش که ایران نمیتونه بازیگر منطقه باشه. به اضافه که ایرانی خب اگه بخوان دست به خشونت بزنن یا ترویج بکنن که خب خیلی راحته دیگه، مثل همون کارهایی که اونوریا میکنن، بمبگذاری و نمیدونم ماشین و اینا. ولی خب این کاره نیستن، نمیکنن، هم درست هم هست و به تبع خیلی دستشون بسته است دیگه تو این زمینا. به اضافه که خب مسائل ناترازی ها که همون تو مدیریتی هستش، ناترازی های برقی، آبی، همه چی تو ایران در حال اینا همه دست به دست هم داده دیگه. هم در همین رابطه یه دونه وقتی اینا رو که نگاه میکنید، همزمان محاکمه از دیروز، محاکمه 3 تا شرقی که 2 تاشون یکشون آذربایجانیه و در حال مال نمیدونم چچنن، اونوریان، اروپای شرقی هستن. اینها به اتهام تلاش برای ترور مسیح علی نژاد در سال 2022 توسط FBI دستگیر شده بودن. اینها چیز شدن، اینها اومدن و محاکمهشون شروع شده و نفر اول که نفر اولی که توی این رابطه هستش دادستان پرونده میگه که آقا این چیز اصلی که امیروف چی اسمش 27 ساله، این $500,000 یعنی از طرف سپاه پول دادن که مسیح علی نژاد رو بکشن و اون اف بی ای هم که داشت گفتش که این بابا داشت استوب ساین و بسات چراغ چیز رو رد کرد و تابلوی توقف رد کرد، ما متوقفش کردیم و چیز کردیم. یادتون باشه توی طبق قانون نمیتونن همینجوری ماشین رو بگردن، ولی شما اگه وقتی ماشین راه بیفته و تخلف بکنی، بعدن اون موقع راه داره که نگاه بکنن، بعدن مشکوک شن. اینجوری هم میگیرن اکثر، چه تو کانادا چه آمریکا اینجوری میگیرن دیگه. بعد میرن یارو مثلا آقا یکم دست چپ پیچید، آقا یکم خط تو وسط رد کرد، میزنن بغل که آقا بی بغل ببینیم بابا چرا خط رد کردی، و بعدن شروع میکنن به چیز کردن دیگه که آقا تو مشکوک تهدیده و شروع میکنن به گشتن و یه دونه کلاشینکوف پیدا میکنن. در حال هم چیز پرونده وکیل اون دوتای دیگه که 47 ساله و 50 ساله هستند میگه که آقا این آدمی که هستش، این آدم دروغ میگه که مهدیوف که در چیز شده، میگه آقا این آدم دروغگوه، اصلا آدم دروغگو، کلاهبردار، شارلاتانیه که برای پرونده هم داره، این برای کار خودش هر کاری میکنه. برای میگه آقا این اصلا نه توافقی داشتن با این که بخواد ترور بکنه، نه قراردادی امضا کردن، در حالی داره دروغ میگه. حالا باید ببینیم که نتیجه این دادگاه چی میشه. ولی در حال ببینید
تمام خبرگزاری نیویورک تایمز همه خبرهای اصلی هست و دیگه، یعنی خبرها ببین همه چی بمب خبری افکار عمومی آمریکایی ها رو دارن میسازن و اینی که چون اگر این کارم خیلی شلوول و اینا بوده دیگه، چون شما ببینید برای چیز از اینها اکثر این مواد مخدری ها یعنی که هستن خیلی منضبط نیستن، خاطر هم گله گشار بودن. در حال نمیدونم حالا چه شکلی مثلا اتهامات اگه درست باشه، چون امنیتی ها خیلی قاعدتا خیلی تمیزتر باید عمل بکنن دیگه، شسته رفته تر عمل میکنن، چون پشتش سیاسی مثل قتلای فرخزاد مثل بختیار اینا خیلی باید حساب شده تر باشه دیگه. در حال این یک بار فشار زیادی توی محافل داره و این خودش زمینه فکری رو داره آزاد میکنه، توی ایرانی ها داره زیاد میکنه. خب ببینید توی وسط این دعوا که ماشاءالله هر روز یک خبر در میادش و خدا بگم بزرگواران رو چیکار بکنه. پیروز یه خبری در اومدش که یک مرد ساکن اونتاریو، ساکن میسیساگا، خواسته توی چیز وارد مرز آمریکا بشه، تو کوینستون نزدیکای کینگستون، و اونجا چیز شده به علت مدرک قلابی که در مورد خدمت سربازیش داده بوده دستگیر شده و حالا هم دادگاه. من رفتم دنبال پرونده و دیدیم که بله این بزرگوار آقای امید کاظمی نژاد 38 ساله روز 8 مارچ دستگیر شده و خدمت شما عرض کنم که من تعجبی که میکنم اینه که آقای امید کاظمی منش ببینید دوستان، یه بزرگواران چرا فکر میکنید آمریکایی خرن؟ من نمیدونم آمریکا بگه چه خبره آقا جان. آقا وقتی داری میری اونجا خب هر میری میتونن آقا اولا تمام افسرا چه آمریکا چه کانادا میتونن مانع ورود شما شن. تو کشور قانونی باید بگی آقا من درخواست فرجام میکنم، اپیل میکنم و در حال ولت میکنن میری تا دادگاهی بشه یا دوباره بتونی پرونده تو انجام بدی. آقای امید کاظم منش اینم به خاطر این میگم واقعا اگه گرفتاری از دستش برمیاد به عنوان یک ایرانی آدم میتونه کاری بکنه حتما میکنه دیگه. یعنی واقعا اینی که کامیونیتی ما ایرانی که خیلی در به داغونه و هیچ کسی نیست که کسی کمک بکنه و اتفاقا من این خبری رو گذاشتم مال کیانوش رضایی، آقای نوشت آقا این خیلی مهمه که این چه خبره، چرا این خبرش رو چاپ کردی؟ گفتم عملا خبر تمام رسانه اصلی کانادا گذاشتن به تمام قاچاق و در رفته بود و اینا قاچاق اصله و بایستی بدونن که آقا یه همچین چیزی ایرانی‌ها باید بدونن. بعدش اینی که آقا جامعه بایستی بتونه یه نهادهایی داشته باشه بالاخره حتی از خلافکارهاش هم حمایت بکنه. با اینکه کار خوبی نیست ولی جامعه ایرانی دیگه حال چه اشکالی داره، ولی نداریم و واقعا نیست. خب هیچ کس حاضر نیست اینا رو این کارا رو انجام بده و یه سری کارهای وحشتناکی میکنن. در حال این برگردیم به آقای امید عزیز بزرگوار که تو ایران هم مثل تو کار معماری و اینا هستن. خب این بنده خدا اومده پارسال اومده وارد همون مرز وارد شه، بهش گفتن که تو کجا خدمت میکنی؟ گفته که من توی ارتش خدمت کردم و اینا. گفتن ببین برو مدارک تو بیار. ایشون هم رفته و مدارکشو
چیز کرده، آورده با تأخیر، البته دیگه نوشته که تو اکتبر 18 2024 میخواد وارد آمریکا بشه. میگه من توی 13 سال قبل خدمت کردم تو سربازی و نمیتونم هیچ گونه مدرکی در این رابطه بدم و به عنوان چیز میگه که گفتن که نمیتونیم واردت کنیم، ردش کردن، گفتن که حتما باید مدارک تو به زبان انگلیسی برداری بیاری که ما ببینیم این دفعه بعد خواستی بیاری. تو مارچ 8 2025 آقای کاظمی منش وارد میشه توی لیوینگستون کوینگستون بریج پورتا ونتری و اون مرزی که باید وارد میشه ازش میپرسن که آقا مدرک برای خدمت سربازی داری؟ یه دونه مدرک چیز میده، یه مدرک خدمتی ارائه میکنه با یکی که از چیز معاف شده، مثلا دیسچارج پیپر ورک، حالا احتمالاً معافیت میشه یا ترخیص میشه و میگه گفتش که مدارکم هم اصلیه و با توسط دولت ایران تهیه شده. 3-4 ماه بعد از اینکه خدمت سربازیم توی ایران انجام شده در نیروی زمینی. میگه بعد از اینکه افسرهای اداره مهاجرت این مدارک رو چیز کردن، مشکوک شدن که این باید تقلبی باشه، بعدن دوباره مجددا بررسی کردن و دیدن که بله این تقلبیه و در حال به خاطر همین مسئله و ایشون دستگیر شده و اینه که در حال در زندانه و تا اینکه دادگاهی بشه و حال البته وکیل اگر داشته باشه، واقعا اگه خانواده‌اش هم نیازی به کمک دارن بگن، بالاخره آدم میگرده از این ایرانی‌ها تو آمریکا بالاخره یه کاری براش میکنه دیگه، در حال نباید یه ایرانی رو جای تنها گذاشت دیگه. خب دوستان ببینید یه روایتی رو بهتون بگم، شاید هم زیاد میشه، وقت نمیخوام واقعا وقت طولانی کوچیک بشه، ولی ببینید ما CBC $1 میلیارد بودجه داره. خب ما که بودجه نداریم الحمدلله، پولی هم از کسی نمیگیریم، نه الحمدلله میخوایم بگیریم دیگه. آقا این توان اونم همین قدری که هستش دیگه، بی منت و با اشتیاق همین چیزها رو در اختیار بقیه میذاریم، حتما هم میگیم به درد میخوره، انشالله به درد میخوره. ببینید یکی از دوستا 2 سال پیش بود، تو جریان کرونا بود، با این قوانین جدید که شد قرار شد بهشون ویزا بدن، بعد میرفتش بوفالو. آقا انگلیسی هم بنده خدا کم بلده، خیلی کم بلده، البته فارغ مهندسی هستش و خیلی کارشناس قویه و میره در حال تلفنشو میذاره توی ماشینش و با این ماشین دوستشو میرن بافالو، میرن سفارت کانادا و اونجا هم همه کار رو میکنن، میخواستن برن اونجا ازم، بعدا اونجا بهش میگن بی بغل و خلاصه میره بغل افسر میگه FBI و با افسر مهاجرت و مترجم هم فارسی داشتن و بعدن بهش میگن که آقا تلفنت کو؟ میگه من تلفن ندارم. ببینید یه چی میگم، کرکوپرتون میریزه. میگه نگاه چکو ببین آقا شما تلفن اپل تو سال 2000 فلان از میدون تویی تو فلان فروشگاه خریدی، تو چطوری میگی ندارم؟ میگه آقا بنده خدا میشه ما ریوغوی اصلا دیگه الهی امید دیگه. میگو بعد چیدی؟ میگو خلاصه بعدش گفتش که گفتیم ما رو بابا خریدیم اون تو گفتیم تو گذاشتیم تو ماشینمون دیگه، نیاوردیم دیگه، ماشین اونجا بود دیگه، نمیخواستیم دیگه، دوستمون هستش با اون اومدیم. گفت بعدن تو چیز داری تلگرام اینام داری، فضای مجازی چی داری؟ گفتیم والا نه یه دونه داریم. فقط یه دونه داری تو تلگرام؟ گفتم که آره دیگه. گفت مطمئنی؟ گفتم آره بابا. میگفت گشت گفت نه ببین تو یکی دیگه هم داری دیگه اینها. میگفت تو ما خیلی وقت بود استفاده نکرده بودیم دیگه. خلاص میگفت بهش ببین دفعه بعد دروغ بگی اینجا دستگیرت میکنیم به جرم دروغ گفتن به مقامات به اصطلاح تو تحقیقات به دستگیرت میکنیم. خلاصی میگه نه به خدا بگو، میگه تا موقع عکس قاسم سلیمانی هم میگه این کی بود؟ میگه بابا کشته شده، همه ایرانی‌ها تو اون دوران هستند و چیز میکنن. خب میگن دیگه، بنابراین چیزی نبوده. یعنی میگه تو این چیزا گیر ندیدن. ببینید خیلی از اطلاعات رو اینا دارن.
و وقتی شما میبری مدارک تو میبری، آقا در نهایت اینه که میگن آقا شما خدمت کردی تو سپاه برفس خدمت کردی، یا اصلا قبول نمیکنن. در نهایتش میگن که آقا برو برگرد، مثلا اون دفعه قبل که به این آقای امید خان گفتن میری برمیگردی میری یه وکیل بگیر، وکیل احتمالا این سری کار رو برات میتونه بکنه دیگه، چون در حال هنوزم که هنوزه اصلا دارن سختگیری زیاد میکنن. ولی از این کارا نکنید. آقا ایرانیا، خیلی از این ایرانیا که اومدن و واقعا شرم بر مجید جوهری و علی احساسی، دوتا نماینده بی غیرت ایرانی حزب لیبرال، تو این قوانینی که ایرانیا رو آوردن برای ویزای کاری و اینا و که گفتن هر کی میتونه بیاد، چقدر اینا مدرک کلاهبرداری کردن، تو جریانش بودم. منتها ما که آدم فروش نیستیم واقعا که آقا، ولی آقا حالت به هم میخورد، هر تقلب. بعد اونایی که میخواستی واقعا نیاز داشتن، برادرشون، خواهرشون اینا بیان، و واقعی هم بود. حتی مثلا یک بود $50,000 تو حسابش پول بود، خودش دچار بیماری روحی بود، توی بریتیش کلمبیا خودکشی کرده بود، بهش نداده بودن و ای آی ردش میکنه، اینا رو ای آی میخونه دیگه. خلاص بردن دادگاه و خوشبختانه قبول شد، دادن قبول کردن که آقا اینو نخوندن پرونده رو، و به خاطر همین پرونده رو نمیخونن، اکثرا رد میکنن. ولی اینا خیلی راحت میگرفتن، چون اینقدر دروغ کلک میزدن. من برات بانک پول میگرفت، مدیر شعبه بانکی پول میگرفت برات، حساب 1 میلیاردی میزد. از این حقه بازی ها زیاد میکردن دیگه. ببینید حالا میفهمم اینا رو برای ویزا که هرچند اینجا گندش بره، بعدن موقع ویزا دادن حتی بعدش اگر ثابت بشه، ببینید ویزاتون رو میگیرن، میتونن بگیرن، نمیان، توانشو ندارن، نمیکننم. ولی بابا بعدن وقتی با آمریکا تو میری، ببین حالا شما این پرونده دار میشی کریمینال میشی، جرم جنایی میشه. به چه قیمتی؟ آخه من نمیفهمم آمریکا باید چی داره توش؟ آقا آخه چرا واسه شما بری مثلا؟ اینا اطلاعات تقریبا 190 دارن، هر کی تو کانادا پر کرده عین همین رو آمریکایی ها دارن. با آمریکایی نباید دروغ بگی، کانادایی هم همینه، ممکنه راستش هم نباید بگی ها، ولی دروغ هم نباید بگی دیگه. آقا در نهایت جوابشون نده، آقا من نمیدونم یا ندارم همراه، میگن برو دیگه. ولی که اینجوری باشه بدن دستگیرت کنن، خب هم برای ایرانی ها بده، هم برای خود این بنده خدا بده. همین که اصلا داستان میشه دیگه، همینجوری تلمبار میشه دیگه. یعنی از این به بعد با توجه به پرونده این آقا، هر کی دیگه بره مدارکش هم بره، حتما 3 بار 4 بار چک میکنن دیگه. یعنی خطرها رو الکی میبرین بالا، حساسیت ها رو میبرن بالا، برای که فکر میکنیم که زبلی. از این کارا زیاد میکنیم ما ایرانی ها تو تقلب. ما متاسفانه دست خیلی ید طولایی داریم دیگه. میدونید که دیگه به قول یکی بود تو سازمان ملل آنکارا، میگم ایرانی ها رو بهشون بگو بابا چیه سند چی امریکا خیلی سازمان ملل اینجا هم برات میارن. یعنی واقعا واقعیتی دیگه. حالا نمیخوام من اصلا سرزنش بکنم چون طرف در حال زندانه، ولی اگه واقعا کسی کمک بخواد، ما هر وقت هرکی رو گرفتن ما گفتیم. اینم بگم به در حال از 11 آپریل هم هر کی از کانادایی‌ها بخواد بره آمریکا، جنگ اقتصادیمون داره سیاسی میشه و خیلی عمیق‌تر میشه. هر کی بخواد بره آمریکا، اولا خیلی سوال میکنن این روزا، حتی کسایی که قدیمیه 92 سالش بود پیرزنی میخواست بره، اون کجا داری میری؟ میگم من بوفالو چیه کالیفرنیا فلوریدا کار میکنید اونجا؟ چه کاری بازنشستم نه اونجا منیج. خلاص خیلی اذیتش میکنه. یعنی اصلا رفتارشون خیلی هاشون دیگه خوب نیست و بیادبی نمیکنن ها، ولی سوالایی میکنن، 1-2 ساعت علافت میکنن که یوهی مثلا کنترل در دستت بره، بعد یه جا دروغ بگی، همین مثل یه مدرک اشتباه بدی و ها میتونن خیلی راحت دستگیرت بکنن. بعدن هیچی دیگه، باید یه عالمه پول خرج کنی و تو دادگاه اونجا علاف شی. بنابراین ولی از قرارم شده از 11 آپریل دیگه همه خارجی هایی که وارد آمریکا میشن انگشتنگاری باید بشن، گردشگرا و همه شهرونداشون، به غیر از کانادایی ها. البته بعید میدونم، اونم احتمال قوی این کارو خواهند کرد. من تو مرحله دوم به این میپردازم. و یه چیزی هم که آخرش بگم اینه که یه دونه ببینید
ببینید دیروز با دوستی صحبت میکردم، تلفن کرد که سعید یکی از یه خانم ایرانی هستش، جوونیه و به شدت گرفتاره و میخوان اخراجش کنن، حکم اخراجش رو دادن. گفتم خب آقا چرا پناهندگی مگه گرفته؟ پناهندگی نگرفته. در حال گفتش که نه دوبارم حکم چیز داده، مثلا درخواست کرده و دوبارش هم رد شده و گفت خیلی نگرانه و در حال سیاسیه، گفته جونم در خطر. خلاصه ما که بچهای اداره مهاجرت هم صحبت کردیم، راهایی رو که قانونیه گفتم آقا برو بهش بگو حداقل این کارو بکنه، ولی توی این مملکت دنبالش نمیان قاعدتاً. ولی در حال واقعا من نمیدونم، سخته. میگم مثلا کسی حتی شده حاضر پول بده ازدواج کنه، گفتم خب این کار غیر قانونیه، بعدن مسئله ممکنه ایجاد بکنه برای بقیه. ولی در حال ببینید این بنده خدا سلطنت طلبم هست. من موندم یه سوال دارم از رضا پهلوی. یه سوال دارم از رضا پهلوی. آقا رضا پهلوی میشه شما یه لطف کنی؟ ببینید کسی که ادعای رهبری میکنه بایستی مرام داشته باشه، بایستی پای کارش، پای نیروهاش وایسه. آقا میشه خواهشی کنیم از شما میشه لطف کنی حالا یه 2 ساعت چیز نکنی، رژیمو سرنگون نکنی و یه زنگ بزنی. این همه بابا تو رفتی اسرائیل، این همه آدم میشناسی، این همه به قول خودت نفوذ داری، آقا یه زنگ بزنی کار این بنده خدا رو هم را بندازی. آخه گلابی تو رو که تحویلت نمیگیرن. تو اگر تو یا مسعود رجبی، بچهای رجبی اینا تو کانادا 20 سال بعضیشون هنوز بچه مجاهدین هنوز بهشون اینا چیز ندیدن، پناهندگی هنوز پناهندگی دارن، بهشون اقامت ندادن. ببینید شما مسائلتون اینجا، تازه اینا خیلی ارتباطات خوبی دارن با لابی اسرائیل و اینا. اسرائیل هم که خب اینجا کنترل زیادی دارن دیگه. شما نمیتونید حتی یه سازمان درست کنید که به اینها مسیر درستش رو بگن که آقا قبولشون کنن، یا بعد از نفوذتون استفاده کنید. بابا جان تو اگر بخار داری، اگر تونستی زنگ بزنی به وزیر مهاجرت کانادا که مثلا مسئله انسان دوستانه به این بده دیگه. من میگم مخالف سلطنت هستم چون سلطنت ارتجاعیه، پروندهش هم تموم شده، ولی فرق نمیکنه. با اینکه من میدونستم این سلطنت طلبه، اون چیزایی که واقعا درست بود من بهش گفتم، به بقیه هم گفتم، حتی کسایی که میان ضد مسلمان هستن میان فوشم میدن. مثلا طرف خاطرش رو تعریف میکنه، میدونی دروغ هم داره میگه، هرچی فوشم درش در بیاد به حضرت محمد صلوات الله اینا میده، ولی به وقتی نیاز داره آقا به عنوان انسان بهش میدی دیگه. بعدا خودش میفهمه که آقا ما باور داشتیم داره. ولی بایستی با هم نوع باید کمک کرد دیگه. اصلا بعضی دروغ هم میگن، ولی آقا شما نمیتونی یه دونه نیروتون رو نگه دارید، بعدم تو میخوای شلوارتو نمیتونی بکشی بالا. برادر من ملت گذاشتی سر کار، جمهوری اسلامی هم میدونه، خودت هم میدونی. این بیچاره بدبخت هم میان فکر میکنن که آقا تو مثلا آقا
سیستم داری، تو میتونی مثلا زنگ بزنی بگی بیای. آقا بخار نداری دیگه. بابا من میتونم، من انقدر منی که کسی نیستم یا روزنامه‌نگار آزاد هستم، خرم خیلی بیشتر از تو میره. تو سیستم رو میشناسم، میدونم باید چی کار کرد و کردیم. نمونهش هم همین حالا نمیگم، ولی دیروز یکی رو قرار اخراجش کنن، اتفاقا یه وکیلی اومد خیلی هم تبلیغات کرد، یه طرف زنگ زد بهش که آقا این معجزه شده و ما رو اخراج نکردن. این حالا بگذاریم. در حال ببینید چیز نیست آقا. یه کمکی میتونی بر دستت بر بیاد بر هر انسانی، مخصوصا اگر مستعصل، مثلا زندانی، پناهنده است، در حال اینا باید کرد دیگه. ولی حالا ما مرده و شما زنده. اگه دیدین رضا پهلوی برای یکی از این آدم ها کاری کرده باشه، ببین اصلا فکرش نیست، برایش اصلا مهم نی. همه اینا به لنگ چپ اسب رضا شاه نیست دیگه. ببین اگه چون باشه که شما ول نمی‌کنی نیروهاتو، که نیروهات برات مهمن دیگه. نیروت اگه ببینه تو براش یه قدم برداشتی، برات 100 قدم برمی‌داره. بابا براش هیچ کار، بابای این کار کرده، یه سری که هنوز به خاطر باباش که محمد رضا شاه یه سری کارایی رو برای ایران انجام داده دیگه. آقا هنوز به خاطر اون وفاداری دارن. خب تو چی کار کردی به غیر از که پول گرفتی از دست این و اون؟ فقط دروغ گفتی. در حال دیگه آقا جان جمع کن، خجالت بکش دیگه، حداقل کمک کنید. آقا جان این همه آدم دارید. گفتم بهتون جریان یکی دیگر رو، یکی از استوار قبادی بودش، فرستادنش بدبخت و بیچاره، فرستادنش توی نیویورک، کنم حجاب یزدانی فرستادش دیگه. یک قرون خرج نکردن دیگه، اینجا اخراجش کردن کانادایی‌ها به خاطر که اهل خشونت بود اصولا. در حال داستانش قبلا گفتم دیگه، نمیخوام بگم. در حال تو برنامه بخش دوم که بخش کانادا و آمریکاست، همه شما رو به خدا میسپارم. شاد و شادکام باشید.